السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. آقا جان سلام. آقا من اومدم آقا نوکرتم. من سال 1390 به جرم قتل وارد زندان شدم. حالم خیلی خراب بود، دیگه بریده بودم، جز سیاهی و تاریکی رنگی رو نمیدیدم تا یه روز اعلام کردن که پرچم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا میخواد بیاد زندان. متوجه یکی از خادما شدم، یه کیف رو کمرش بود، دیدم یه چیزی به هم نمیذاره، مشت یکی از بچه‌ها میبنده دستشو. رفیق ما اعدامی بود، اومد گفتش فرشید به تو هم نمک داد؟ گفتم نه به من نداد. 2-3 نفر نمک داده بودن تو اون سالن ما. اون سال این بچه‌ها آزاد شدن با اینکه جرمشون اعدام بود. یه جرقه تو مغزم خورد، گفتم یه سری تو این نمک امام رضا هست. منتظر شدم تا سال دیگه. گفتم سال دیگه که پرچم اومد من نمک رو به زور از اون خادم میگیرم. رفتم تایی سر چشامم بستم، گفتم میذاره تو مشتم. یا دیدم یه چی گذاشت تو مشتم بس خوشحال شدم، چشام وا کردم دیدم یه شکلاته. اینقدر ناراحت شدم افتادم دنبال خادم حرم، گفتم آقا من شکلات نمیخوام، نمک آزادی میخوام. گفتن رئیس محترم قوه قضاییه میخواد بیاد زندان. دیگه همه رفتن میشستن، تمیز میکردن، تشریفات و اینا. زنگ زدم به مادرم، گفتم رئیس قوه قضاییه داره میاد زندان آقای رئیسی. گفت سلام کسی رو نداریم، مستاجریم، وضعمون خرابه، بابات که 25 سال مریضه، بیکاره. برو یه نامه بنویس بده بهش، شاید اون کمک کنه نجات پیدا کنه. گفتم اون نمی‌ذارم من اونو ببینم که من از سالن نمیتونم برم بیرون. تازه اگرم میاد من قاتل می‌ذارم برم شاه رئیسی، خب من اونو ببینم نامه بهش بدم. من دقت کردم وارد نماز ظهر و عصر رو خوندم، نزدیک ایام فاطمیه بود. گفتم یا خانم فاطمه زهرا، من تک و تنها موندم اینجا. گفتم یا فاطمه زهرا یه کاری کن، دری باز کن. نه خودت به پسرت امام رضا بگو دستم یه دفعه مسئولین زندان اومدن صدا زدن، اداره فرهنگی، مدیر کل و رئیس زندان فرهنگی. دیدن بیا میخوام یه کاری ازت میخوام، میتونی انجام بدی؟ گفتم من چیکار کنم؟ گفتن از تو میخوام تو به آقای رئیسی خوش آمد بگی. از حضرت عالی دعوت می شود ضمن بازدید از مجموعه ما چند لحظه کوتاه به درد دل ما گوش دهید. بنده حقیر از سال 1390 به جرم قتل وارد ندامتگاه کرد شدم. اومد همین جریان امام رضا رو براش گفتم. دیدم آقای رئیسی اینجوری شد، من از امام رضا می‌خواستم. آقا علی ابن موسی رضا شما رو فرستادم. نامه دادم بهش، دستور رسیدگی داد نامه. شد 99. گفتم امسال دیگه اومد دیگه میره دیگه 90% راه رفته. دوباره اعلام کردن پرچم حضرت علی ابن موسی رضا داره میاد زندان. خوشحال شدم. بعد اونم بودم کرونا هیچی نمیدن دیگه، نمک و شکلات و اینا دیگه نداره. حالا من خراب شد. امام هم رسول بلند نکن اینجوری، خونه آدم گرفتارن، خودم خسته شد. یا امام رضا دستم رو بگیر. اومدم وایسادم جلوی صف، خادم‌ها رد شدن رفتن، هیچی ندادن. دوباره رفتم وایسادم، دوباره جلوی صف رد شدن، چند تا سالن رفتم جلو وایسادم، هیچی ندادن. دیگه رسیدم در سالن 10. دیگه برگشتم گریه کردم، گفتم باز قهرم. گفتم باز قهرم منو ندیدی. برگشتم اومدم تو سالن در بستم. 1 ساعت طول کشید. من طبیب من، دوای من، خدای من، بر در خانه تو هدیه ناقابل من، ذکر من، ناله من، دعای من، خدای من، این تو و کرامت و بزرگی و عنایتت، این من و جرم من و خطای من، خدای من.
بذار در نگاه کنه ببینم رفتن یا نه. سرم کشیدم بیرون نگاه کنم این دفعه رئیس فرنگه زندان گفت بیا من آورد میشه خادمان گفت این فرشید حافظ قرآنه توبه کرده آدم شده. یه دفعه که خادمان یه گردن من در آورد انداخت گردنم یادگاری آورد گفت این گرهش باز میشه برات. رفتم داشتم نماز میخوندم گریه کردم گفتم یا امام رضا تو کی واسم گره این واسه دیگه خسته شد. اما بعد نماز گرهش باز شد افتاد پایین. بودم یا امام رضا یعنی امسال من دارم میام پیشت خودت یه نشونی بهم دادی. نمیدونم چی شد اون یکی 2 هفته از آزاد شد من آورد همینجا. اصلا باورم نمیشه. آمدم این شاه هم بده خنده امانی ز گناه هم بده. فقط من نیستم اون تو انقدر آدم ها بودن حاجت گرفتن تا پای چوبه دار رفتن توبه کردن متوسل شدن با علی ابن موسی رضا پرچم آمد بغلی. بعضی هم گفتن اینا خرافاته گفتن به خدا یه نخ این پرچم هممونو نجات میده باور نمیکنه. ازت ممنونم من که مهمونم کردی آقا جان یا علی ابن موسی رضا. ازت ممنونم من که مهمونم کردی بهت مدیونم من که آزادم کردی با این شور و حالم ایشالله امسال من غروب عاشورا کنار گندالم با این شور و حالم ایشالله امسال من غروب عاشورا کنار گندال. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. از ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی پدر بزرگوار که خیلی زحمت کشیدن برای من زندانی. از قاضی پرونده‌ام جناب حاج آقای قیومی عزیز. از وکیل تسخیریم جناب آقای ذوالفقار. از رئیس سازمان زندان‌های کل کشور جناب آقای حاج محمدی. از مدیر کل زندان‌های استان البرز جناب حاج آقای جمعیاری که زحمت کشیدن هزینه این سفر و کارهای این سفر انجام دادن که من بتونم بیام مشهد الرضا. از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام میخوام که دستشونو بگیره همه حاجات و حوایجشونو هر چه سریعتر برآورده به خیر بگردانه.